وقتی که به ایدگاه میایم تکبیر گفته میایم بلند تکبیر کنه از چمور. همون روز خانه که یک پدر خبر گیر، خانه که مادر خبر گیر همون سر چند ساله در همونجا کلون شدیم، در همونجا خدا خواست خون درخت، در همونجا مادر بیچاره جون کرد تا که تو کلون شوی، تا تو خدا خواست بابایی رسید. برای یک بار خدا خواست درست شد. یک بار از درا تصور که مادر زنده ای، تصور که پدر زنده ای. اگر زنده باشه نه کاشکت باشه مچک کنه. یک لباسی قیمت $100 بگیر. برای خدا خواست مادر خبرش نپرده. مادر تا پوشون امروز خدا خواست ای خودستندش بر بشه. روزی شادی کن. به ناموسوی تایتای داری مردم رنگ تازه که در نوسوی شبون نخواه فوتیه در کن نشکسن. فوتیه تو اونجا کنه بگی خدا خواهد. روزی خرسندی، روزی شادی، روزی موتن. شرمنده ای مسلمان. که خرسندی بکی بیایی؟ خدا در یک سال 2 مراتبه داده خرسندی، 2 مراتبه شادیه داده. اینا با موتن ده بگرده شده خواهد. زن 2 تنو در تای سرش کوچه و کوچه شرمندگی. لباسی سب سیاه اوژست. نه که این کار مسلمان باشی. خانت نخدا خواهد بشی خدا خواهد پرد نکن. 3-4 کلا گوشتگی اندار با ایلتونه. چه نمیتونی؟ یکمی انداری اونسته بکنی. یکمی اندار کافی را خدا خواهد ایشان در هیچ جایی چی نمیونه. تمام خدا خواهد شهر را تو نه تردون نه تردون. این خودت شادی در خونه نونی قاقه. شرمنداری کوچه وقتی باید بازار باید کوچه باید خونه مردم که در من داشته نمیدونه. استاچه آمده. به ناموس ای روز من مرد خوبه ناموس. دوامه که با دینی من حقه. پیغمبر حق، کتاب حق، کجاش حقه؟ که پرز نکن موتن باشه. پرز نکن بگیریه شود. خدا آیما شما راضی نیست الله سبحانه و تعالی. در روزی میدان یکشان سنته، چشمات اکشان. یکش خدا خواهد آبادی کردن سنته. روزی میانین اینجا آبادی که خدا خواهد انشاءالله. زیری بدن تا زیری ناف تا بدن تا تازه کن. دویم سنت لباسی بهترین $100 را پوش. چون نمیپوشی این ویسی ها کدیم اینجا. چون نمیپوشی این ویسی خوشون نمیپوشی. سنت نه پیامبری بزرگان سنتش. باید که بهترین لباس کتی ایدگاه بیایی. همچون خرسند چهره شده. همون عطر زدن سنت های. برای چی عطر نمیدونی؟ پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم گفتن حبیب من الدنیا ثلاثون. فقط من از دنیای شما 3 چیز نزدیدم خلاص. دیگه دنیا ده هیچی خوبی هم نداره، مغزی هم نداره، نیکی هم نداره گفت. یک تشی از عطر زدن است. عطر زدن سنتی پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم روزی دونه. بهترین لباس پوشیدن سنته. داری خدا خواهد خودتا ناچار نگیر. بهترین لباس پوش. باید ما در پیش کافرها مرد باشه، مسلمانی حقیقی باشه، بهترین لباس های قیمت بها پوشید. دینی ما شما دینی مرده نیست. دین است که همیشه تا قیامت زنده هست و زنده خواهد ماند انشاءالله. سنت هایی که پیغمبری بزرگوار تأکید کرده است ابد میماند. ما نیرنگ بازیم، ما درو هستیم که دین را پسیدگی چیز نشون میتیم خدا بود. جیپس باشه، کپتیواس باشه، کافیلا شما را دیدم برن یک بار. باید نمیخواد شما باشه، نمیخواد که شما بهترین لباس باشه، نمیخواد که شما در بهترین خانه ها زندگی کنید. همین مقصد که دیگه زندگی نکنن. یکی ما بشیار شیم، بیدار شیم انشاءالله. اقلا روزهای
ما روزای شادی برای چی خیلی کارا نمیکنیم؟ وقتی که به ایدگاه میآیند تکبیر گفته میآیند بلند تکبیر کنند از جمهور. این مذهب امام اعظم رحمت الله علیه نه از خانه که دور مدید تا مسجد الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله گفته بیا شما ناموس بکنید حقارت ناموس نمیکنید. زن یادیت منادی خوات منادی اپت منادی یک رم در کینه کنه در نظر کشیده لیکن نام الله که تو ناموس بکنید. تکبیر گفته بیا با خونه بعد خدا خود نماز این ادا میکنیم انشاءالله خدا خود 2 رکعت نماز است 2 رکعت نماز باید بیناموسیت نکه همین رکعت یک نکل حیات نمیدانیم همین روز یه چیز ما بیدار شده باید همین که این که اومد یک که بول مدید هر نیت تکرار که هر نیت تکرار که بریم با روزمون که 2 رکعت نخواهد نیت نکنت میدن 1 سال بطور که 2 روز نمازید بعد خود ایدالی هستن ایدبای دونی فقط اید بخونه همون ایدبای هم خداقت اقل 2 رکعت نیت کردن بگذاره من نمیدونم شرمندگی 32 ساله خداقت اسلام آشکاره 32 ساله 2 رکعت نیت کردن بتونیم یادی خداقت نپرد روز دیگر نتونی بیا ما نیستن بتیم ای شرمندگی برای بسرمان این همش یاست همش به اهمیتی به محبتی من اتنا نشان بکن عشق نه دردی دروغه پکازوخه همش حالا اگر دردی نیست میبره خلافت انشاءالله 10 تا خیلی مسجد کن میشید 10 تا خیلی مسجد افسوس در یک خونه خلافت 10 تا خلافت فرزند آیلن ببینه یک کش برنامه 10 تا دیگرش به نماز که نماز کن بشه که عبادت یاد میگیره خود سلام در کلت اون بچه در یاد خلافت دعوا سلام میشه اون دختر دعوا شدی مزر کوچه به ایجاب شرم مصیبت بر تمام مسلمان های امت های محمدی صلی الله علیه وسلم. روزی عرفه انشاءالله خدا خواهد تکبیر دارد 23 تکبیر واجب است همین تکبیر خدا خواهد انشاءالله همه گوه نماز بامداد روز عرفه سر میشد در عقیب هر یک عقیب فرزنده تکبیر میگیم الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. این 23 میشود روزی 13 خدا خواهد 5 روز نماز عصر ختم میشود انشاءالله هر یک عقیب فرزنده زنها هم بگو انشاءالله خدا خواهد در خانه میخواند این واجب است این از بای خدا خواهد جبرئیل امین از بای ابراهیم از حضرت اسماعیل علیه السلام موندگی تکبیره وقتی که من گفته بودم جمعه گذشته در بالای تلاش خدا خواهد ذبح کردن بود که حضرت جبرئیل گوسفند در دست اومد گفت که الله اکبر الله اکبر حضرت ابراهیم سرش برداشت دید که جبرئیل امین به یک گوسفند ایستاده است لا اله الا الله والله اکبر گفت حضرت اسماعیل سرش برداشت دید که بای جبرئیل علیه السلام به گوسفند ایستاده الله اکبر ولله الحمد گفت این واجب شد در گردن هر یکی ما شد در 5 روز خداوند در عقیب هر یک مبادا آیات تو برمده مونه بیات تو زمین در آب تکرارش کنید چونکه در گردن واجب نیست نماز بانده بکن که بخصا من یک خطا شده گرفته نیم ساعت بعد بیات تو زد که تکبیر نگفتم در آب جا ایستاده که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد و اداشن انشاءالله. این چنین تبریک کردن سنت است عزیزان من امری مستحب است یعنی یکدیگر تبریک کردن در این خدا خواهد ماهی انشاءالله خدا خواهد روز عید قربان مستحب است که یکدیگر مبارک باد کنید انشاءالله تبریک کنید یکدیگر عید مبارک باشد انشاءالله دار تبریک کنید مستحب است تبریک کردن عزیزان من در این روزهای چی عید انشاءالله خدا خواهد
یکی دیگری وظیفه ها بعد نمازی در ادامه میکنیم انشاءالله همه هیچ کار میکنیم قربانی میکنه یا البته عیدها و قربانی کردن همه انشاءالله سفر برمیشن. این مولا خدا خواهد انشاءالله قربانی کنین بتونین کسی قصابی را میتونه خودت به دست کشتنش افسده به دستت خدا خواهد اینش قربانی کنی با نور بالای نور مبادا اگر نتونین انشاءالله خدا خواهد یکان قصاب انشاءالله میفرمید در بالای همون قربانی همه این باید که انسان اشتراک کردن اشتراک کرده قبیله استادن تکبیر گفته انشاءالله دعا کرده انشاءالله چیکار میکنن اون مال انشاءالله خدا خواهد ذبح میکنن خدا خواهد انشاءالله بعد ذبح کرده شدن جانش که بود دو رکعتی نماز انشاءالله نفل خونید و از الله سبحانه و تعالی این صلاتی و نسوکی و محیای لله رب العالمین انشاءالله پروردگار هر عبادتی که مالی میکنم جانی میکنم که زبانی میکنم خداوندان قبولش کنم انشاءالله دعا کرد الله سبحانه و تعالی البته از اون خدا خواهد انشاءالله ثوابش باید که ما شما را محروم بگرداند همه قربانی کران نیت طوری کنید اگر یگان تو نیت برای گوش باشد هر هفته قربانی نیست اگر در دنی هفته یادت به نماز باشم قربانی نیست یادت کافر باشم قربانی نیست نیت دور برای اگر گوشت میکنی باشیم نکلوچی هر ششت هفت خدا خواهد یک کس تا هفت کس مولی کرد گوسفند و گز یک کسی میشود شترم هفت کس تا باشد انشاءالله خدا خواهد نیت ها را طوری کرد برای رضای الله فقط شود الله انشاءالله خدا خواهد روز قیامت مکافات چه میدید انشاءالله یکی برای مال برای دنیا برای نشاط خدا خواهد انشاءالله به نماز باشد گوش بیاد کلمه عرضه کنم اینجا بیاد خدا خواهد بیاد اینجا نماز کند 5 وقت نمازان طول اشتراک کند اجازت سمیتیم خودمانی شکنند ایلا چی نکاره برای گوش میکنه باشه من رفته خریدن گوش ده بود قیتا 6 آدم حبتا نک خدا خواهد خودمانی شد رسوا کنه نپرده نیت طوری خدا خواهد منافق نشه منافق کیه کسی که خدا خواهد نیت و مقصدش در دلش پنهان کنه میگرده نه ظاهری که خدا خواهد انشاءالله همونجا هر شش هفت چین برای الله دست خدا خواهد برای رضای خدا انشاءالله قربانی کن من شنیده سالم بعدش منطقی زنش هرچی گوشتی علالک بخیریم گوشتی علالک بلا خوشی رنگی گوشتی علالک بخیریم سر بخیره گوشتی علالک کنی گوشتی علالک بگید این واجبه این یک خدا خواهد امر الهی بجا آوردنه خدا قرآن را امر میکنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فصلی لربک والحق خدا سبحانه و تعالی امر کرد محمد پیغمبر بزرگوار بود بعد نماز عید بخون بعد نماز عید خوندن بعد من حق شطور قربانی گرفت این امر خدا است ما یکم کس تاثیر نمیکنه این فرمان الله سبحانه و تعالی نسبتی رسول الله نسبتی ما انشاءالله خدا خواهد برای امتها شکار کردن الله ایده برای ما شما قربانی کرده است پیامبر بزرگوار محمد صلی الله علیه وسلم این قربانی خدا خواهد واجب است اما واجبات انشاءالله خدا خواهد ما شما بجا میاریم اما واجبات انشاءالله خدا خواهد ما شما چیکار میکنیم الحمدلله خدا خواهد اجرا میکنیم تا اینکه خدا خواهد همون ثوابی که با ابراهیم گرفت همون ثوابی که با اسماعیل علیه السلام گرفت الله سبحانه و تعالی ما شما را سزاوار میگرداند یکی دیگری وظیفه های ما شما الحمدلله از اینجا که ابراهیم خدا خواهد البته اولا پیش از گوسفند زیارت قبر پدر و مادر نه یا قبرستان خانه بریم خانه‌اش را دعا کنیم قبرستان چیکار که دعا کنه همون روز خانه که یک پدر تا خبر گیر خانه که مادر تا خبر گیر همون سر چند ساله در همونجا کلون شدیم در همونجا خدا خواهد خون درخت در همونجا مادر بیچاره جون کن تا که تو کلون شوی تا تو خدا خواهد بابایی رسید برای یک بار خدا خواهد در شک شد یک بار از درا تصور که مادر زنده ای تصور که پدر زنده ای اگر زنده باشه نه کاشکت باشه مچک یک لباسی قیمت $200 بگیر برای خدا خواهد مادر خبرش نپرده مادر نپوشون امروز خدا خواهد ای خودتندش بر بشکشون وقتی ما بچه کلون کردیم ما بچه باشیم رضاگی وی رضاگی خدای غضبی وی غضب خدای ایادم امروز برای انشاءالله خدا خواهد و نباشیم مادر خالت زیارت کنیم خالت نتوفه که خدا خواهد انشاءالله خالم بجای مادره امک بجای مادره انشاءالله امک بجای پدره انشاءالله خدا خواهد بزن انشاءالله اجساره کنیم امروز مبارک سعی یتیما در همون محل خدا خواهد خیر احسان کنیم
اما محلان خدا خود بیچاره است، بیوه هست، میدانی امروز کسی نیست که در بازارش شاید مظلوم ها هستن. انشاءالله خدا خود شکا کن. البته انشاءالله خدا خود برم در واضح کاشک شد 100 سوم عمل سته خدا خود 100,000 کنه خدا گردوندن میگه 100,000 که 700,000 وعده از خدا. و من اقرض الله قرضا حسنا فیضاعف مضاعفه. خدا میگه کسی که در راه من خیر میتید، در راه من احسان میکنه، میگه در راه من خیر حسنه میتید، میگه من انشاءالله خدا خود مکافات شد. یتیمان خدا خود پیغمبر بزرگوار خدا خود انشاءالله البته زنگیری مرده شده، دختری خانه کافته شده، برای چی بیوه 4 بچه ها رو نمیگیری؟ برای چی نمیگیری؟ پیغمبر بزرگوار ام سلمه 4 تا بچهش که گرفتگی، خدیجه بدون بچهش گرفتگی، 1 تا عایشه دختری خونه بود، تمام همش 2 تا 3 تا بچه هاش گرفته کلون کرد. امروز خدا خود زن نشدگی بچه پرتا میگو، بچه در کار نیست. کنه سنتی رسول الله 15 سال خودش کلون شگیرید، چون نمیگیرید؟ کلونگر میگه دختری خونه میکرد. انا سنت در دیجه ایستاده سنت. نتونی خدا خود همون بیچاره بیوانه خدا خود بری خطاش کرده. بری انشاءالله خدا خود هم گوشت قربانی 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلوش تقسیمش کرده. و هم خرسان شد. و هم کودکو کودکو نگویی من خواهرانی 100,000 تقسیم شو کرده موندی ده. برام بچه کو خدا خود پیغمبر رسول کوچه اومده یک کودک دیدن که گریسته است اما در شادی است. گفتم بچه‌م برای چی میگیری؟ امروز روز خرسند عید است، امروز شادی است، برای چی بچه‌م میگیری؟ گفت پدر ندارم، پدر وفات کرد، مادرم بیشو کرد، تو خدازده پدری دویم من برای خونه پیش کرده در کار نیستی. کینده در کار میش کس نیستم. رسول که میدونی گفت من پدرم میشم. در کنارش گفت میگونی گفت خانه بردش گفت که عایشه گفت این بچت مادرم میشم، این امام حسن این سن اکا و دادرات این فاطمه بچت میشم. گفت عایشه گفت پوشون لباس کاش دیگر کن ایواز که خانه مونده زندگی میکنن چیزاش گفت دیگر گفت دیگر کس وقتی گذشت میگه که دیده اومد خرسان شادی گفتم کودکان ایوازی گفتن گریسته ساده در گوشه کناری رفت این باعث خرسانی چیه؟ گفته من پدر داشتم. گفت پدرت که محمده؟ مادر داشتم. مادرت که گفت عایشه. اکا دادر داشتم. گفت محمد کارش کنه نه انا سنت در جای استاده. انا سنت ها نمیکنی خدا خود نگید تزیده خورده بتونی مالی مردم. بله یتیمان مالاش خودت یاد خدا خواهد الله نشونه نتیاد خدا خواهد بعد خوناش کشیفت پیش داری ولی خدا خواهد گولت میسوزه خدا خواهد طور نمسلمانه بعد خونه کنه دادم اینه بعد یادم کنه خدا خواهد دوزی پلاش گفته خدا ساده نمیخواه که درم خونه بچه مرد زندگی کنه. چه مسلمانی هستی؟ چون بینی میگه یتیمی صدف کنده بیش مده بوسه بر روی فرزند خیش. بچه که در بغل میگه کوچه اومد یک یتیمک باشه مچکش نکه که دیده اوی نرنجه دیلی وی رنجه دیده الله وی رنجه یاد نبرو. پیغمبر بزرگان خدا گفت اما الیتیم فلا تقهر. ای محمد یتیما را بچهش میقارت نبین یتیما را تحقیر نکه گفت و اما ترود السائله کسانی که نزد در آدم چیز گفته میآید به نامد نکرد داشته باشید بته خدا خواهد انشاءالله به نواها به چیزها رو میگه گفت پیغمبر گفت تأکید کرد که بته خدا بته گفت نکنی این کار این برای ما و شما تعلیم است برای امت محمدی صلی الله علیه و سلم. چون پیغمبر ما و شما را عبرت شد پیغمبر ما و شما را تأکید کرد که شما امتارم آن عملی که میکنم برای ما سنت چه سنت چی است؟ کارهای پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردن سنت این وقتم شده است انشاءالله الله مناسب بینت خدا خاطب و روزای خوب و روز عید با دوام میتیم انشاءالله صحبت ها را برای من انشاءالله خدا خواهد عزیزان من همه از خدا بترسید از الله ترسیده انشاءالله خدا خواهد حق در جاش مونده ناحق گفته انشاءالله خدا خواهد زندگی کنیم این همه حساب کتاب دارد برادران هر عملی که میکنی به حساب کتاب نیست. گفتی شاعر زی مکافات عمل غافل مشو گندم زی گندم روید و جو زی جو چون این میگوید پیری معنوی هر چی کاری همان بیدنوی انشاءالله خدا خواهد چی میکاری میدنی شاید همین دنیا خدا میتیتوانی
آخرت نه انشاءالله با خدا تعالی میتر بریم همه از الله ترسیده انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم کارهای خوب نیکی خرسندی روزا بخرسندی انشاءالله خدا خواهد حتی مالا جنابی عالم بینیم 5 روزی آزادی اعلام کرد الحمدلله خودش 5 روزه ایدی قربان از دانمان خودش در یک سال 5 روزی آزادی برای ما شما یک روز خدا خواهد ایدی رمضان 4 روز ایدی قربان کسانی که نیت کرده باشه که من تا عمر در من روزه بگیرم که داشت اگر انی 4 روز نخری پیش خدا ناسی هستی 4 روز میخریش روزی اید 3 روز بدیوه کسی که نیت کرده باشم روزه حرامه گرفتنش ولی که نیت نکرد نیت بلند کردن مکروه فقها گفتن عموما من دیگه چیز نمیخورم تا که آمده روزه میگفتن این مکروه روزه نگی خدا این نعمت داده خدا بخور یه روز بخور حتی این داده روزش یه روز میگفته یه روز میخوردن جا اگرش قیامت باشه روزه رسول الله صلی الله علیه وسلم پنجشنبگی تا دوشنبه اخر دوشنبگی تو پنجشنبه اخر نه کسل میشه نه ضعیف میشه نه جدا اگر دوست داری نگی من عموما خود به خودت ظلم نکن خود به خودت فتوا نبرو برای هر یک کار کردم پیش یک عالم را پرس انشاءالله من این کار میکنم حضرت چیکار کنم که سنت نموافق میشه چیکار کنم که ضعیف نمیشم چون که حق خدا خواهد نفس ده نفس عکسی که را میکنست تربوزا برای که میخواه این حق زن ده خدا خواهد روزه اگه من ایدن برای خانم زن ده چیکار بگیری من حق دارم بلکه یک وقتا دوباره یک بار حقیقه ادا کنی آخی تو روزه گیری من ایدن برای خواه رو به دوزنه که عرض پیشی بگیرم همه شی اسلام استاب کتاب بگیر چشم حق شد نفس حق شد خود به خودت ظلم نکن خود به خودت جواب نکن خدا خواهد انشاءالله اسلام عادی چیز ہے عادیه فقط نمیفهمیم باشه اسلام ولی نمیفهمیم همه خدا خواهد گوه که اسلام بمبا میفهمیم بمبا میکفه میدونیم نه الحمدلله عادی چیز اگر اسلام نکنی هرگز کسر نمیشه هرگز محتاجی کس نمیشه هرگز در زندگی خور نمیشه اگر موافق اسلام کار کنید نه ما موافق خلق کار میکنیم پکازو کار میکنیم خدا خواهد انشاءالله من اگر دفته ششت بستان شده روز من اگر دفته خدا خواهد 200 میلیون در کلینیک دسته خدا خواهد بانکروت شده نو نیفته خدا خواهد اخماش نمیگرد تا خدا عقل داره رسول کا پاک اختیار کرده تعبیر کنیم رسولش کرده چون تا پول داره